با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. من شعله گلخوجه هستم. در استودیو امروز شما عزیزان در 15 دقیقه برنامه امروز 16 اکتبر این موضوع را داریم. شکایتی نو از ابله و پدر میگوید پسرش را به مثل جنایتکار بدون دعوتنامه و با لط و کوب از خانه به خدمت بردند. زیاده 20 کس آمد بچه مرا زدند، دراندند پاشانه، ریزوار شکستند، گرفتند بردند به دعوتنامه. گرد ستوده بگیریم مردی و یا کی به مردم نیازمند تاجیکستان کمک میرساند. دنونم گرفت و دادم که روزتم شکر خدا بزنم. در سوخت اختیاریان سازمان های بین المللی برای تبلیغ جلوگیری از کووید 19 در بین اهالی جلب شدند. وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کرد که با گذشت 2 هفته از شروع موسم تیرمایی دعوت به ارتش بیش از نصف نقشه اجرا شده است. برابر با این نوارها از موردهای سربو شکار و یا جلب اجباری به خدمت رسانه‌ای می‌گردد. از جمله نزدیکان بهادر برپیف جوان 23 ساله از نوع یووان که نوار ابله و او در رادیو آزادی نشر شد میگویند فرزندشان را به دادن دعوتنامه با زور و کشاکش از داخل خانه به ارتش بردند. امردین اولیموف و علیشیر ظریفی این حادثه را با نزدیکان جوان و شیوه دعوت به ارتش را با کارشناسان مطرح کردند. نشر این نوار در رادیو آزادی واکنش زیادی کاربران را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. ابله و یا اجباراً به خدمت حربی جلب کردن بهادر برپیوی 23 ساله در حولیشان در محله اولی سامانی ناحیه یوان ثبت شده است. پدرش میگوید فرزند او را مثل جنایتکار دستگیر و در ماشین سوار کردند. زیاده 20 کس آمد بچه مرا زدند، دراندند کرتاشانه، ریزوار شکستند، گرفتند بردند به دعوتنامه. در کمیسریات حربی ناحیه یوان گفتند به بهادر برپیف دعوتنامه دادند و ضمن بردن او به کمیسریات بهادر خشونت نشده است. دعوتنامه را گرفته حاضر نشدگی باشد هم این حالتی که ما مشاهده کردیم این نباید این طور شود. حقوق شناس دلشاد جورایف میگوید با وجود سرکشی جوانان پس از دریافت دعوتنامه کمیسریات حق ندارد به خانه آنها وارد شده اجباراً دعوت شونده را به خدمت برد. کارمندان کمیسریات های حربی موادهای جمع شده را به وزارت کارخانه داخلی روان میکند و وزارت کارخانه شعبه های وزارت کارخانه داخلی پروتکل مأموری ترتیب داده به جوابگری کشیده می شود شهروند. در حالی که مقامات وزارت دفاع تاجیکستان از اجرایش بیش از 70% جلب جوانان به ارتش خبر می‌دهد، شکایت‌ها از ابله و یا دعوت اجباری جوانان با اصول‌های گوناگون همانا صدا می‌دهد. سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی در تاجیکستان که شکایت‌ها از ابله و دیدفشین را پیگیری می‌کند، در موسم تیرماهی دعوت به ارتش الکی 8 مراجعت و 12 نوار اجباراً جلب شدن جوانان به خدمت حربی را دریافت کرده است. اکثریت این ویدیوها در شهرهای دوشنبه، شهرهای بزرگ به ثبت گرفته شدند. ما همه این ویدیوها را با عریضه مراجعت خود به پروکراتور حربی به ثبت کرده ویدیوها را به پروکراتور حربی برای تحقیق و اگر در حقیقت آیدی رفتی دعوت باشد اگر چهارراه حقوقی اندیشتن فرستادیم تا حال جواب نگرفتیم، لیکن امیدواریم که جواب میگیریم. دلربا سمدووا به نوار ابله و بهادر نیز آشنا است و جنبه‌های حقوقی این حالت را شرح داد. لیکن هیچ وقت با این راه با ویران کردن دخل‌ناپذیری منزل زورن کشیده بردن دعوت شونده به خدمت حربی این قانون ویران کنی دغلانه می باشد. این حقوق‌های کانستیتوسیونی شهروندان را ویران می‌کند اگر در حقیقت این ویدیو ابله باشد. هرچند وزارت دفاع تاجیکستان وجود ابله را رد می‌کند و از زیاد شدن صف اختیاریان خدمت حربی در سالهای اخیر ستایش می‌کند، اما حالت‌های جلب اجباری جوانان به صف ارتش برها رسانه‌ای شده است. کارشناسان میگویند برای از بین بردن ابله در قانونگذاری کشور باید اصلاحات جدی وارد شود.
аз мавзӯи дигар мегӯянд бонки ҷаҳонӣ мегӯяд тоҷикистон та 10 мизони камбизоатиро аз 37% қаблӣ то ба 26% коҳиш додааст. вале ба бовари иқтисоддонҳо мизони камбизоатӣ дар кишвар ба мавсим бастагӣ дорад ва коҳиши интиқоли пули муҳоҷирону фасли сармо метавонад вазъро тағйир бидиҳад. ҳанӯз ҳам хонаводаҳои кам нестанд ки на даромади доимӣ доранд ва на кӯмаке аз давлат мегиранд. яке аз онҳо қаҳрамони гузориши ҳамкоронамон сарвинози рӯҳулло ва шаҳлои абдулло мебошад ки вазъи ногувор дораду муҳтоҷи як бурдаи нон аст. қиматгул Сафолова баъд аз марги шавҳар бо як писар танҳо монд ва солҳо боз зиндагии фақирона дорад. ҳеҷ шуғли муайяне надорад ва барои дарёфти рӯзӣ дар хонаҳои мардум кор мекунаду зиндагии худу фарзандашро пеш мебарад. در رمضان کو نون خورده نداشتم رئیس محله مویل علی آشم گرفت و نون گرفت و دادم که روزه تمشکای خدا بزنم. ин сокини 51 солаи шаҳри Душанбе мегӯяд барои камбизоат буданаш низ аз сӯи давлат ҳеҷ кӯмаке дарёфт намекунад. پدرم همین جدا جان کاست که همین برای خودش شوه همین جدا زندگی شوه یک نبیه بخره خودش سلامتی ناز نیست به خدا پاچه هم در میکنن همه جان در میکنن به خدا یک قلینی ندارم در تیپون پرستم. طبق معیارهای بین‌المللی خانواده‌ی قیمتگل فقیر حساب می‌شوند. بانک جهانی شخصی را که در یک روز کمتر از 20 سومانی برای خود خرج می‌کند سخت فقیر می‌شمارد. اما تاجیکستان در شناخت کمبیزواتان اصول اعتراف کرده بانک جهانی را نمی‌پذیرد و کمبیزواتان را بنابر وضع خانواده و هیئت عائله و میزان درآمد شناسایی می‌کند. از روز مراجعه تا مراجعه دیگه یک سال می‌گذره. بعدا باز از نه حجت جمع میکنه. کمبیزات این نه نفقه است و نه یگان کمک پولی. این اون چیزی است که یعنی که اویله کمبیزات در دوام یک سال باید که موقعش دیگر کند. یعنی کمتر جون بعد از همین ورطه کمبیزاتی بروید. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان 182,000 خانواده کمبیزات هستند. ولی با شروع پاندمیای کرونا ویروس و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال دارد شماری چنین خانواده ها بیشتر شدند. علیشیر رجبوف اقتصاددان بانک جهانی در تاجیکستان در یک همایش منطقوی آنلاینی گفت میزان کمبیزاتی وابسته به موسم تغییر میکند. با شروع فصل سرما سطح کمبیزاتی در کشور یکباره پایین میرود. اما در تابستان که میوه و سبزوات فراوان است و همچنین مهاجران در این وقت به نزدیکان مبلغی بیشتر میفرستند سطح کمبیزاتی کمتر می شود. وی گفت میزان فقر نیز در منطقه‌های تاجیکستان از هم فرق دارند و در پایتخت و ولایت سوخت کمتر دیده می شوند. اما در ولایت ختلان و بدخشان بیشتر بوده است. این اقتصاددان گفت با وجود آنکه زمان پاندمی سرحدها بسته شدند و انتقال مبلغ مهاجران کم شد، این به اقتصادیات کشور تاثیر کرد. یک چند کارخانه ها از فعالیت ماندند و یا قسما کار میکردند. این رو هم مشاهده کردن ممکن بود که سطح بیکاران یکباره زیاد شد. طبق تحقیقاتی که ما گذراندیم ماهیمه شماره بیکاری و خانه‌نشینی 40% بالا رفت. خوشبختانه این شماره ماه‌های ایول و آگوست پایین رفت. به قول کارشناسان اگرچه تاجیکستان در قیاس با سالهای 90 گام بزرگ به سوی رهایی از فقر برداشته است، اما وضع امروزه قدمی دیگر از جمله افزودن استحصالات داخلی و جلب بیشتری مردم به اقتصاد و جای کار را تقاضا می‌کند. سرویناز روحلو، شهلای عبدالله، رادیوی آزادی، دوشنبه. عبدالرشید دوستو маршали ӯзбектабори афғонистон дар як суханрониаш дар вилояти ҷӯҷон гуфт духтари раҳбари пешини ҳаракати исломии ӯзбекистон Тоҳир Юлдошев дар вилояти Бадахшони он кишвар гурӯҳҳои террористиро раҳбарӣ мекунад. Тоҳир Юлдошев 11 соли пеш дар натиҷаи зарбаи ҳавопаймои бесарнишини амрикоӣ кушта шуда буд. Ба гуфтаи дӯстум ҷангиёни зодаи кишварҳои Осиёи марказӣ барои таъсир расондан ба давлатҳои минтақа дар Афғонистон гирди ҳам омаданд. Ин мавзӯъро ҳамкорам Сироҷиддини Ислом пайгирӣ дошт. қабл аз барнома ман аз ӯ пурсидам ки то чӣ ҳад ин иддаои дӯстом воқеият дорад. البته این حرکت هست ولی فکر نکنم که حرکت اسلامی ازبکستان یک نیروی قوی باشد که به مناطق گویم که پسا شوروی تاجیکستان و ازبکستان یا ترکمنستان یک لطمه وارد کردن تواند.
درباره دخترش چی؟ آیا واقعا او فرمانده جنگجویان است؟ گفته می شود که یک چند صد نفر از رزمندگان حرکت اسلامی ازبکستان که الان یک جزء داعش است در بدخشان افغانستان فعال هستند و به این حرکت دختر طاهر یلداش مکرمه گویا که رهبر بوده. آیا طاهر یلداشوف دیگر فرزند یا پسری نداشت که وارث خود تعیین کند؟ البته طاهر یلداش فرزندای زیاد داشت. یکی از فرزندانش که نامش فاتح است در شمال افغانستان فعال بود. امروز البته حرکت اسلامی ازبکستان تقریبا نمانده، آنها نیروی قوی نیستند و گفته می شود اکثر رزمندگان مسلحان این حرکت یا در سوریه هستند، بسیاری آنها کشته شدند، یا در مناطق گوناگون ترکیه و افغانستان پناه بردند. خب درباره حرکت اسلامی ازبکستان بعد مرگ طاهر یلداشوف چی اطلاعی دسترس شده است؟ خب پس از کشته شدن طاهر یلداش در مناطق قبایل نشین پاکستان 2 نفر سر قدرت آمدند. یکی از آنها این عثمان غازی بود که خودش از تاشکند بود و یکی از معاونای طاهر یلداش بود. پس از امیر حرکت اسلامی ازبکستان شدنش او اعلام کرد که این حرکت به داعش میپیوندد. این البته خشم و غضب طالبان را زیاد کرد و در نتیجه سال 2016 ماه نوامبر در منطقه در یکی از ولایت‌های شرقی افغانستان بسیاری از رزمندگان حرکت اسلامی ازبکستان از جمله رهبر این گروه عثمان غازی کشته شد. با سپاس از سیروژین اسلام باید گفت اکثر اعضای حرکت اسلامی ازبکستان را زادگان آسیای مرکزی از جمله تاجیکان تشکیل می‌دهند و 10 نفر در تاجیکستان با گناه عضویت در این سازمان به زندان محکوم شدند. میرویم به شمال تاجیکستان. در این اواخر بنابر احتمال خروج کووید 19 در منطقه سوغد تاجیکستان مسئولان تندرستی و سازمان‌های همکاری آن چاره‌های آگاهکنی عمومی را راه‌اندازی کردند. فرزان محمدی میگوید در این کار هزاران اختیاریان جلب شدند. در منطقه سوخت اختیاریان جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ آلمان در تاجیکستان در دایره برنامه ویژه آمادگی به پیامدهای سردی غیر مقرری را تجربه می کنند. این سازمان‌های بین‌المللی بهداشتی که اصلا در پی حالت‌های اضطراری به کمک مردم آسیب دیده می‌رسد، در تاجیکستان بیش از 10,000 نفر اختیاری دارند و حالا بهر پیشگیری از بیماری همگیری کرونا ویروس حالت‌های اولیه بهداشتی را به مردم می‌فهمانند. چند پیش در حاشیه برنامه بروز بین‌المللی کاهش خوف آفت‌های طبیعی قسمی از اختیاریان در مرکز شهر خوجند جمع آمدند. بسیاری ها اشتباهاً فکر میکنند که به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. از این سبب ما به آدمان میفهمانیم که در حالت گرفتاری به این بیماری ها به واهمه دادن نشوند و زود به طبیبان مراجعت نمایند. برگزار کنندگان معرکه آماده سازی اختیاریان بر آن باور هستند که این اقدام در یک شرایط دشوار پهنشوی بیماری به منفعت اهالی است و باید طرز حیات سالم روی دست آید. به اطلاع رسمی از 30 اپریل تا نیمه ماه اکتبر در تاجیکستان 80 کس بر اثر بیماری همگیر جان خود را از دست دادند. وزارت روز 15 اکتبر گفت در شبانه روز اخیر 38 مورد ثابت شده بیماری را ثبت کرد. شمار عمومی بیماران 10,374 نفر گفته می شود. مقامات می گویند زیاده از 9,300 نفر شفا یافتند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. و پارلمان قرقیزستان قرار درباره به نخست وزیر تازه انتخاب دادن صلاحیت‌های رئیس جمهور تصویب کرد. در این باره شما میتوانید تفصیلات را از وبسایت ما پیدا کنید. بینندگان عزیز، برنامه را در همین ثانیه‌ها به پایان میبریم. تشکر برای همراه بودن. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.azodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. من شما را در هفته نو با خبرهای تازه منتظر خواهم بود. استراحت خوب داشته باشید و خود را احتیاط کنید.